و بعد هر کدوم از این منظرها در فرهنگ خود ما هم آثارش به صورت‌های مختلف قابل توجه هست. از جمله اولی اگه بخوایم در نظر بگیریم چرا دست یازم چرا پای کوبم که خواجه مرا بی دست و پا میپسندد. امام صادق علیه السلام تعبیر خیلی زیبا و ژرفی در این زمینه دارن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که نه جبر مطلق هست و نه اختیار مطلق. علامه جعفری مثالی از استاد خودشون نقل میکنن که در نجف ایشون این مثال را از ایشون گرفته و مثال خیلی جالبی هست در بحث اختیار و جبر. استاد ایشون میگه که شما فرض بکنید یه انسانی که فلج هست، روی ویلچر نشسته، حالا سکته کرده یا به هر حال دچار یک نوع پارالیسیس و فلج شده و با دستگاه‌های پیشرفته‌ای که شما در اختیار دارید سیمی به این ویلچر وصل هستش که شما میتونید کلید اون رو هر لحظه بزنید و او رو از حرکت باز دارید یا تمام حرکاتش رو کنترل بکنید. یعنی نهایتاً این سیمی که به این صندلی وصل هست در دست شما هست و شما میتونید او را کاملا با اختیار خودتون کنترل و هدایت بکنید. به ایشون یک گل میدن، میگن این گل هست و ممدوح بودن گل رو براش توضیح میدن. در مقابل یک چاقو هم میدن، مذموم بودن چاقو و فعلی که میتونه منجر به تخریب یا نابودی بشه برای اون توضیح داده میشه. بعد میگن فردی اونجا نشسته، شما میتونی از این چاقو استفاده کنی، میتونی از این گل استفاده بکنی، میتونی گل رو بهش هدیه بدی، میتونی با چاقو به او حمله بکنی. در مورد ارزش‌های مرتبط با هر کدوم در مورد اینها برای او بحث خواهد شد. در هر لحظه هم که اون حرکتی میخواد انجام بده شما میتونید با اون کلید مانع از حرکتش بشید و در واقع حرکت اون رو کنترل بکنید. اما زمانی که او برگزیدن گل را نسبت به برگزیدن چاقو انتخاب میکنه، اونجاست که عامل اختیار مطرح میشه. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ایسرم در عرصه سینما از لحاظ هنری وقتی ما به موضوع سرنوشت میپردازیم، در هنر و در سینما سرنوشت گاهی وقتا به صورت آشکار تم و ژانر محسوب میشه، گاهی وقتا به صورت نهفته و مکتوم خودش رو نشون میده. حالا نمیدونم شما فاصله خواهد داشت بین حرف ما یا اینکه من اشاره بکنم به بعضی. اگه اجازه بدید یه سوال از منظرتون بپرسم که ادامه بحث گذشته است. شما در جلسه گذشته در خصوص دعا صحبت کردید و در واقع به این نتیجه رسیدید که اساساً تو فرهنگ شیعه چیزی به اسم در واقع در بسته دیگه وجود نداره. من حیث لا یحتسب فرمودید هست و درها باز میشه برای آدمی با دعا. تأثیر دعا در سرنوشت رو به عنوان مقدمه بفرمایید تا بریم. بله، سوال خیلی خوبی هست. از امام باقر علیه السلام همونطور که عرض کردم یه روایت خیلی برجسته‌ای هست و اون اینه که الدعا یرد القضا و قد ابرم ابرام. دعا میتونه سرنوشتی را که مسجل شده، حتمی شده و تمام اجزاش چیده شده تغییر بده. یعنی قدرتی که دعا داره قدرتی است فراتر از فهم‌های معمولی و گرفتار در عالم محسوس. دعا میتونه سرنوشت حتمی انسان‌ها را تغییر بده. بنابراین امشب، فردا شب، دیشب و اساساً همه شب‌ها، منتها در شب‌های قدر همونطور که مستحضر هستید این تجلی به عالی‌ترین شکل خودش میتونه مطرح بشه. دعاها میتونه انسان‌ها را از ورطه‌های سقوط به قله‌های نجات هدایت بکنه. دعا در واقع آفرینش سرنوشت انسان هست به صورتی نوین و به صورتی جدید، به طوری که دعا میتونه تمام اضمحلال یا افول و نابودی یک فرد را تبدیل بکنه به عروج و هبوط را تبدیل بکنه به صعود. دعا در واقع عاملی هست که میتونه انسان را از سختی ها و از چالش هایی که برخواسته از زندگی محسوس هست خارج بکنه و در یک عالم متعالی او را رها از همه وابستگی ها و اشتغالات بکنه. من اینجوری تعبیر کنم آقای دکتر که یعنی به فرمایش از سالی دعا به نحوی بسط دادن یا گسترش همون ساحت اختیار بشره که تو بعضی از وجوه که دیگه مختار نیست آدمی و در واقع اون سرنوشتش محتوم مکتوم شده، حالا با دعا اون رو برمیگردونه، تغییرش. ببینید در یه روایتی هست که در اصول کافی هست و در سفینة البحار هم مضمون وجود داره که
انسان‌هایی که از دعا استفاده نمی‌کنن محروم‌ترین انسان‌ها هستند. حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند که از دعا کردن خسته نشید. یعنی شما به هر میزان که دعا بکنید در واقع درهای رحمت بیشتری روی شما بیشتر باز خواهد شد. اون روز عرض کردم البته دعا فقط در بعد خواستن خودش رو تجلی پیدا نمی‌کنه. دعا در واقع یک مدرسه تعلیم و تربیت هست. اگه بخوایم به صورت خیلی عمیق راجعش بحث بکنیم از لحاظ فلسفه اصول تعلیم و تربیت، دعا یکی از محوری ترین عوامل رشد انسان هست، چون هم با او گفتگو با خدا مطرح میشه، هم خواستن مطرح میشه، ضمن اینکه خودش یه عامل بسیار مهمی از لحاظ تربیتی هست برای توسع وجودی، برای گسترش بالهای انسان، برای نظافت درون و نظافت بیرون، برای آشنا شدن با اصول و آداب و مکتب انسان شدن و متکامل شدن. بنابراین اگه به مفاهیم دعا نگاه بکنید که از ائمه و اهل بیت پیامبر و خود پیامبر صلوات الله علیه وارد شده، در واقع شما با دعاها می‌بینید که همه این دعاها یک مکتب انسان سازی رو در سطوح مختلف مطرح می‌کنن. هم سطوح شناختی، یعنی شما وقتی دعای امام سجاد علیه السلام رو نگاه می‌کنید در صحیفه سجادیه، بالاترین معارف در حوزه‌های مختلف از لحاظ شناختی ارائه میشه. کلمات حضرت امیر علیه السلام رو در نهج البلاغه که نگاه می‌کنید، مفاهیم بسیار عمیق عرفانی و مفاهیم بسیار بالای توحیدی در بعد شناختی مطرح می‌کنه. در کنار این در همه ادعیه و دعاها زمینه‌های ارتباطی، زمینه‌های رفتاری، زمینه‌های زیستی، زمینه‌های اجتماعی در ارتباط با هم دیگه خودش را نشون میده. دعایی که مؤمنان برای هم دیگه میکنن. اون روز عرض کردم که اوقات دعا، زمان دعا از اهمیت بالایی برخوردار هست. غیر از اون شما این که در روایات توصیه شده که مثال زدم حضرت زهرا سلام الله علیها که ابتدا امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید که برای دیگران دعا می‌کردند و این دعا برای دیگران کردن در واقع تسهیل کننده اجابت دعاهای خود هست. متشکرم. یه میان برنامه داریم ببینیم.